میفهمید ما جن را قبلا آفریدیم از آتش سموم. چون در مورد این جن یه اظهار نظر کردن، کتاب نوشتن بلکه مشتری جمع کنن. بعضی از این کتابا تلفات داده، اینقدر بیمار شدن بر بچه ها. من بچه 12 ساله رو دیدم که نمایشگاه قرآن داشت کتاب جن داشت میخرید. پس اینا زندگی میکنن، منتها حالا دیگه چگونه زندگی میکنن؟ مبل دارن، یخچال دارن، چجوریه مثلا ها؟ این نعمت در دست ما قدر نمیدونیم. این بزرگوار علامه طباطبایی مورد موهبت الهی و عنایت الهی بوده نوشته. تفسیر خیلی مهمی، حالا انشاءالله در وقت دیگه صحبت میکنیم. این من جلد 20 و صفحه 39 اینجا براتون بخونم. علمی خیلی شسته رفته، دور از همه اندیشه های افراطی و تفریطی و عوامبازی و بازی. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماد که کلام فی الجن. علامه طباطبایی ببین این شوخی نیست که ببین اینا شخصیت هایی بودن. این الان علامه های زمان ما را اینا پرورش دادن، بزرگان ما را اینا پرورش دادن مردم. خب کلام فی الجن. الجن نوع من الخلق مستورون من حواسنا. ببین چقدر زیبا حرف میزنه، عالمه دیگه. الجن نوع من الخلق، این جن نوعی از خلق، مستورون عن حواسنا، از حواس ما اینا پوشیدن. ما نمیبینیم جنو، حواس ما، دیدن ما، شنیدن ما، لامسه ما، شامه ما، این حواس ماست دیگه. جن از این حواس ما پوشیده است، نمیتونیم لمسش بکنیم، نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم بو کنیم یه صداشو بشنویم. از حواس ما مستور است. خب این ببین چقدر زیباست این تعبیر. گوش بدید. یصدق القرآن الکریم به وجودهم. قرآن وجود اینا را تصدیق میکند. قرآن دیگه اجمالاً این مخلوق را تصدیق میکند. و یذکر انهم بنوعهم مخلوقون قبل الانسان. قرآن ذکر میکند که اینا نوعاً نوع جن قبل از انسان آفریده شدند. قبل از ما بیایم اینجا اونا اومده بودن. و انهم مخلوقون من النار، اینا از آتش آفریده شدند. ببین آقا اینا معانی لطیفی داره، علمیه. خب چطور ما از خاک آفریده شدیم؟ بگی ولی الان که ما نشستیم اینجا خاک نیستیم که، ولی از خاک آفریده شدیم، شکی هم درش نیست. این هم از آتش. از آتش آفریدن اینا شدن اینا هم بحثی علمی، چگونه مثلا باید در جای خودش بررسی بشه. و انهم مخلوقون من النار کما ان الانسان مخلوق من التراب. چرا که انسان هم مخلوق است از خاک. قال تعالی، خدا چه فرموده؟ والجان خلقناه من قبل من نار سموم. در سوره بارکه هجر است. سموم یعنی چی؟ براتون بگم انشالله. عزیزان، خواهران، برادران، میفهمید که ما جن را قبلا آفریدیم از آتش سموم. راغب اصفهانی در همون مفردات میگوید که نار سموم خصوصیتی داره. آخه یه آتش ما داریم، خب میسوزونه. آتش دیگه حالا هر آتش که باشه میسوزونه، ولی آتش سموم آتش است که یک باد داغی از اون بلند میشه که مسموم میکنه شخص را و کار سم رو انجام میده. این است. و انهم یعیشون و یموتون و یبعثون کالانسان. جنیان زندگی میکنند و میمیرن و بعدم زنده میشن، مثل ماها برانگیخته میشن مانند انسان. قال تعالی اولئک الذین حق علیهم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والانس.
بله. حالا بازم فرموده و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، که البته دنبالش هست که فزادوهم رهقا. البته توقع نداشته باشید که در این جلسه تمام مسائل جن رو میخوام بگم به اندازه ای که فقط اینجا لازم بشه به دردتون بخوره. در اینجا بخواد انسان حرف بزنه خیلیه، یعنی حرفایی که زائده اونا رو باید نقل کنیم و رد کنیم و طول میکشه. چون در مورد این جن یه اظهار نظر کردن، کتاب نوشتن برای که مشتری جمع کنن. بعضی از این کتابا تلفات داده، اینقدر بیمار شدن برای بچه ها. من بچه 12 ساله رو دیدم که نمایشگاه قرآن داشت کتاب جن داشت میخرید میرفت. خلاصه خیلی ناراحت شدم، گفتم انشالله خدا مؤلفشو نمیدونم چی بگم چاپ کننده شو هدایت کنه. اگر هدایت نشدن اینا با هرمله روز قیامت محشور میشن. با هرمله، ببین کسی که کودک را گمراه کنه یا اذیت کنه اون با هرمله محشور میشه دیگه، چون کودک را اذیت کردن کار هرمله است. بچه 12 ساله یک کتابی نوشتن که میخونه آقا بیمارستانی میشه. ای مادرها پدرها حواستون جمع بشه، تو را خدا هر چیزی نخرید. بله خب بسیار خوب. پس اینا زندگی میکنن. منتها حالا دیگه چگونه زندگی میکنن؟ مبل دارن، یخچال دارن، چجوریه مثلا اینا به ما مربوط نیست. اونی که از قرآن مجید روایات صحیح اجمالا فهمیده میشود و بیشتر از این مثلا نباید بریم جلو، اصلا بیشتر از این لازم نیست. انقدر بدون که اینا هستن مخلوقن. خیلی سید زیبا فرمودن مستورون عن حواسنا، حواس مستوره. حالا پس بنابراین و ان فیهم ذکورا و اناثا، اینا مذکر و مؤنث دارن. بله عرضم خدمتتون که بله مرد و زن دارن. یتکاثرون بالتوالد و التناسل، این ما انسان ها با توالد و تناسل زیاد میشن. قال تعالی و انه کان رجال من الانس. جالب اینجاست که خدا مذکرای اینا رو رجال نامیده. این نکته ایسا دقت بفرمید. مذکر مثلا اسب دیگه مرد بهش نمیگن، دیگن اسب نر مثلا یا شتر نر. اما مذکر انس معنی بالاخره رتبه‌ای دارن نزد خدا، بالاخره یه چیزی دارن که اینا مذکراشون خدا رجل نامیده، یعنی مردان. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، که اینم براتون مختصر تفسیر میکنم که بعضی معتقد بودن که حالا بعضی میگن، من نمیگم بعدا نگین چه فلان کس گفت. بعضی معتقد بودن که تو جنیان هم آدمای عقب افتاده دارن، مثل آدما که عقب افتاده دارن، مثلا هیچ نمیفهمه، یه راه میره اذیت میکنه، توپشه میزنه، شیشه میشکنه، هیچ حالیش نیست، که عقب افتاده میگن تو اونام هست. مثل اینکه اینا در زمان جاهلیت یه وادیایی بوده، معتقد بودن که تو این وادیات جن زیاده و اون جنای عقب افتاده اینا رو اذیت میکنن. میرسیدن به اونجا میگفتن اعوذ بعقلاء هذا الوادی من سفهائهم. اونا میگفتن که ما پناه بریم به عقلای این وادی از سفیهانشون. اینه داره میگه و انهم کان رجال من الانس، مردانی بودن از انسان، یعوذون برجال من الجن، پناه میبردن به مردانی از جن، فزادوهم رهقا، که البته این تفسیر چیزی داره، چه میگن که همین کار باعث ترس بیشتر میشد و چی میشد، که حالا اینجا خیلی حرفا هست که الان دیگه نمیخوام بگم. و ان لهم شعورا و ارادتا و انهم یقدرون علی حرکات سریعه و اعمال شاقه
کما فی قصص سلیمان علیه السلام و تسخیر الجن له و قصت ملکت سبا. ببین تمام عزیزان خواهرم برادران نه واقعیات قرآنیه. اون چرا که میدونیم که درستیم، اون چرا هم که نمیدونیم و میدونیم همه باید رو چشممون بذاریم تا خدای روزی برامون بفهمونه. نستجر به قرآن دیگه کلام الله بازی نیست. میفهمد که اینا شعور دارن جنیان و اراده دارن و قادرن بر حرکات سریعه. یعنی مثلا شما از اینجا تا تبریز چقدر راهه واقعا برای ماها؟ اینا در طرفة العین میرسن تبریز. خیلی قادرن به کارهای سریع و اعمال شاقه. همین بناهای عجیب غریبی که هست من نظر نمیدم که نقل قول میکنم، نظر نمیدم، ولی بناهای الان عجیب غریبی هست که اصلا باور کنید با هیچ عقل جور در نمیاد بشر ساخته باشه اینا رو. شما این بناهای بک که بریم ببینین آقا سقف سالن یه تیکه سنگ مرمره، چه اصلا الان جر ثقیلی که اونو بلند کنه اختراع نشده، تا چه برسه آدم. خیلی فرضا میکنن که نمیدونم خاک جمع کردن بیچاره ها را کشوندن، اینا من خیلی باور نکردم، مثلا منم مسکوت گذاشتم، ولی بعضی معتقدن که این کار آدم نیست. خلاصه شما تو سوره انبیا میخونید، سوره صاد میخونید، سوره صاد هم از انبیا هم هست، تو سوره صاد میخونید که بله و من الشیاطین کل بناء و غواص، که حضرت سلیمان از این استفاده میکرده، کلی بنا و غواص داشتن و آخرین مقررین فی الاسفاد یه مشت از اینا به زنجیر کشیده بود، اصلا حبس کرده بود. حالا چجوری میشه؟ و من بخونین دیگه و من الشیاطین کل بناء و غواص. بله باز در سوره انبیا هست که جنیان میمدن یعملون له تماثیل و محاریب، بر حضرت سلیمان یک کار عجیب غریب میکردن. خلاصه اینا قادرن بر حرکات سریعه و اعمال شاقه کما فی قصص سلیمان علیه السلام، چون در قصه سلیمان هست و تسخیر الجن له که جن حضرت پروردگار ایشون را مسخر کرده به جنیان. و قصه ملکت سبا، این با تخت ملکه سبا واقعا آسان نبود، که قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، که مثلا آدم شاید بلند شه از جاش. ظاهرا به یک روایت اینجوری، یه تفسیر بعضی جور دیگه گفتن، یه تفسیر نیست که تو بخواید بلند شی، تا تو بخواید بلند شی از جا چقدر طول میکشه آدم بخواد بلند شه؟ کار نداره که آدم سالم بلند میشه. من قبل از اون تخت میارم که راه خیلی دورم بوده، تختم خیلی سنگین و بزرگ بوده، مرصع بوده به جواهرات و طلاها. حالا انسان همیشه موجود عجیبی است اگه قدر خودش بدونه. قال الذی عنده علم من الکتاب، این انسان بود دیگه، جن نبود، اون عفریتی از جن بود. این چه بود؟ از انسان بود. قال الذی عنده علم من الکتاب، علمی از کتاب، نمیگه علم کتاب، یه چیزی علمی. یه نفر داره نون میخوره، آدم میگه از نونت به من بده، یا نه که همه نون تو اینقدر بکن بده، درسته؟ از داره. قال الذی عنده علم من الکتاب، اونی که علمی از کتاب نزدش، انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. الله اکبر. یه موجه بزنی اون یکی نزده من میارم. قرآن خیلی زیباست، اگه ماها بودیم خراب میکردیم، میگفتیم چی؟ بله فجاء بالعرش، پس اینو گفت و رفت تخت آورد. نه دیگه قرآن نمیشد، خراب میشد. اما دیگه نمیگه رفتن آوردن راه چی شد؟ نه فلما رآه مستقرا عنده، سلیمان دید چی تخت اینجاست. این اختصارات قرآنی خیلی بر زیبایی میافزاید. بعضی وقتا اختصار آدم رو کلمه رو زیبا میکنه. این اختصارات قرآنیه. مش میدی؟ فلما رآه عنده مستقر عنده قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. خدا شکر، توفیق بده من شکر کنم تو را، عجب نعمتی از این راه دو تخت اینطور حاضر شد. به هر حال حالا این دقت بفرمید،
یا الله. خب اینا که الان گفتیم هیچ کدوم اینا اسباب بازی نمیتونه بشه. آقا چگونه مرد دارن؟ مرداشون چجوریه؟ زناشون چجوریه؟ ببین دیگه بیشتر از این جلو نرو دیگه. اینی که قرآن به تو میفهمونه یه مخلوقی هست به این نام، از حواس ما هم مستورن، زن دارن، مرد دارن، توالد دارن، تناسل دارن. اما حالا گوش بده تا آخر برسیم بگم و انهم مکلفون کالانسان، اینا مکلفن مانند انسان. منهم مؤمنون و منهم کفار، بعضیشون مؤمنن بعضیشون کافرن. پس این دعاها چیه؟ وکفنی شر الجن والانس من اعدایی و یاد میدن، یا اینجا همین این دعای ما. چرا خدا گوش بدید، اینا عمدتاً از شر اغوای اینها ما رو یاد میدن، اذلالشونه، نه که بیان ما رو مثلا بگیرن بزنن کبود کنن. عمدتاً این پناه بردن از اغوای این شیاطینه، از اغواشونه. و الا شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه به تو، جن به تو هیچ کار نمیتونه بکنه. جن بیاد بچه آدم برداره ببره، نه نمیدونم بیاد از پولای من برداره، هیچ وقت هم چیزی تا حالا نشده. این که در دعاهای ائمه آمده کفایت کن مرا از شر جنیان یاد ما میدن، عمدتاً شر اغوایی و اذلالی ایناست که اغوامون نکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.